و حالا حداقل اینه که در جام جهانی دیگه نخواهیم دید او رو. هنوز به مرحله اشک ریختن نرسیده. در میان جشن اسپانیا کماکان همه نگاه ها به کریستیانو رونالدو دوخته شده. با شایستگی به جام هشتی برتر صعود کردن. مرسی آقای رونالدو بابت این همه سالی که از بودنت لذت بردی. مرسی از این همه صحنه جذاب و دیدنی که در جام‌های جهانی برای ما خلق کردی. و بالاخره اشکاش جاری خواهند شد. جاش خالی خواهد بود در عرصه رقابت‌های ملی، در جام‌های جهانی. شایسته تقدیره، شایسته تحسینه.